الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. سوال این است که کسانی که در روسیه، حکومت روسیه شهروندی روسیه را قبول می کنند و پاسپورت اونجا را می گیرند و به اون طلبات هایی که حکومت روسیه و یا هر یک حکومتی که پاسپورت اونجا رو گرفته می شود امضا می گذارند، جایز است یا نیست؟ البته برادرانم و خواهران بزرگوارم بارک الله فیکم، ما به این سوال تقریبا یک هفته قبل جواب داده بودیم و گفته بودیم که البته گرفتن پاسپورت یک مملکت کفر و بعد از این 100% راضی شدن به همین حکومت، دوست داشتن این حکومت، طرفداری این حکومت، به حربیش حتی برای مرگ رفته خدمت نمودن و به قلب قبول کردن کنستیتوسیون این حکومت که مثل بعضی از جهلا میکنند، این کفر است و صاحبش کافر می شود. چرا که این دوست داشتن کافران است. دوست داشتن کافران، حکومت اینها را دفاع کردن و به خاطر همین به قلب قبول کردن، البته این کفر است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان گفته است: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. یعنی یافت نمی شود مؤمنی که، یعنی ناممکن است که یک انسان مؤمن باشد و دوست بدارد آن انسانی را که یا آن قومی را که الله و رسولش را دشمنی بکند. دشمنی الله و دشمنی رسول الله و دشمنی دین را، کافران را مؤمن دوست داشتنش ناممکن است. هر کسی که اونها را دوست می‌دارد، قانون‌های اونها را دوست می‌دارد و میگوید که من حتما صادقانه این قانون‌های شما را قبول کردم، البته این کفر است، کافر می‌شود. و الله سبحانه و تعالی در جای دیگر میگوید: لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. ای مؤمنان، دشمنی من و دشمنی خودتون را به دوستی انتخاب نکنید که با اونها با یک دوستی و با مهربانی و قانونهای اونها را، البته معنیش همین است که با دوستی با اونها همکاری بکنید. البته این همه آیات ها به من شما میفهماند که گرفتن پاسپورت در حالتی که ضرور است، در حالتی که دیگر علاج نیست، در حالتی که این ظالمان مرتدان ما را در سرزمین خودمان نشسته نمیمانند و از اونجا به یک جای دیگر رفتن باز مشکل است، در این حالت البته ما گرفتنش را هیچ من نمیکنیم، زیرا که این هم دولت کفر، اون هم دولت کفر است، اما دولت کفر اصلی حالا از دولت مرتدی کمی فرق دارد. دولت های ما خودشون را سردارانش مسلمان میگه در حالتی که مرتد است، اما این دولت ها میگه که ما دولت ها مسلمان نیستیم و ما مسلمان نیستیم، ما خریستانیم. اما این دولت های خریستانی یا که دولت های کفر اصلی، اینها نسبت مسلمان ها امروز از مرتد ها دیده کمی آزادترند. برای همین بعضی از تاجیک ها، ازبک ها و غیره می آیند به روسیه، زیرا که در روسیه مثلا همچون سلفی گفته تهمت کرده، محکم کردن و بعضی چیزها به خاطر نماز محکم کردن، ریش محکم کردن، حالا کمی سبکتر است، حالا نیست. پس بارک الله فیکم، یک کسی بیاید پاسپورت روسی رو بگیرد و قسم بخورد، دستش رو به بالای چیزی مونه، خیلی که به ما خبر رسید. البته این خبر کمی غلط بوده است، زیرا برادران به من گفتن که در اینجا هیچ قسم خوری نیست به غیر الله و هیچ چیزی نیست. خیلی که برادرایی که پاسپورت گرفتند فقط امضا میگذارید، امضا به همون ورقهایی که نوشته شده است. در اونجا نوشته شده است، به من نوشته شده ها رو بارک الله فیه یک برادر عزیز بزرگ ما رای کردند، نظر کردیم که در اونجا نوشته شده است که ما به تو پاسپورت میتیم، تو البته شهروند ما میشوی و طلبات این است که تو باید به قانونهای ما چکنی، اطاعت بکنی، طرفدار ما باشی و قبول کننده کنستیتوسیون جمهوری ما باشی و غیر ذلك. البته این کفر است، این کفر است، اما جهل در این مسئله یکم عذر است، این کفر است و در حالتی که ضرور هست، اکراه هست، اکراه. اگر با قلبش بگوید که این کفر است، من این عمل رو در حقیقت نمی کنم و من بعد میبینم این حکومت کفر است و من کنستیتوسیون رو اصلا قبول نمی کنم، زیرا که غیر حکم الله رو قبول کردن یا که دوست داشتن یا که 100% صادقانه طرفداری کردن، این کفر است، صاحبش کفر میشود. و حکم تاجیکستان است، روسیه است، جای دنیا نباشد، حکم حتی به مانند دولت های عربی کفری هست، فرق ندارد. قبول کردن این حکم به غیر حکم الله این کفر است. اما در حالت اکراه باشد، بگوید که من اگه امضای میمونم، در حالتی که من نمیخواهم، برای که اگر نمونم
10 سال تورما در تاجیکستان یا یک جای دیگر، لیکن میمونم همین پاسپورت رو میگیرم و با همین میرم یک زندگی خود رو پیش میبرم. البته ما میگیم که همین عمل رو انجام ندهد افضل است. تواند که بدون همین عمل زندگی رو خود رو پیش برد افضل است، اما دیگر هیچ علاج نیست. مجبور است که سبحان الله این دنیا همین خیلی دنیای فتنه شده است که بدون یک کاغذ، بدون یک کتابچه همین جواز سفر، پاسپورت، شناسنامه به هیچ جای نه سفر کرده می شود و در هیچ جای دنیا شما رو هیچ کسی قبول نمی کند. مجبور است که یک مسلمان یک شناسنامه داشته باشد با خود و در این حالت در کجای دنیا نباشد امضا میگذارید. در تاجیکستان است، در روسیه هست و در کجای نباشد امضا میگذارید که من اطاعت میکنم از سبب اکراه، زیرا که شما اگر همین شناسنامه را نگرفتید نه زندگی کرده میتوانید، نه یک تجارت کرده میتوانید، نه یک کار دیگر. به خاطر همین ما میگیم که این چیز جایز است در حالتی که به قلب این عمل را قبول نکند، به قلبش این عمل را رد بکند و داند که حکم الله این حکمی که باید اطاعت کرده شد و غیر حکم الله، حکم انسان ها، حکم این کنستیتوسیون ساخته همش حکم کفری است و این اطاعت کردنش جایز نیست و البته این امضای که من یک امضای دروغین است. بارک الله فیکم. در این حالت باکی نیست. اما در حالتی که سخن 5 دقیقه پیشتری که ما به شما بیان کرده بودیم در یک مقطع دیگر که ما گفتیم این کفر است و شرک است، در حالتی که همین رو 100% قبول بکند، اطاعت بکند و همین رو افزار داند، البته کفر است و صاحبش کفر میشه.